هرچه بالاتر می روی هوا نازکتر می شود، اما روحت سبکتر. صعود فقط بالا رفتن از کوه نیست، بلکه پایین گذاشتن بارهای ذهن و دل است. تعلقات یکی یکی فرو می ریزند، وابستگی ها رنگ می بازند. در ارتفاع نه زمان معنا دارد نه مکان، فقط تو میمانی و آن صدای بی کلام هستی. آنجا که اکسیژن کم است، آگاهی فراوان می شود. آنجا که سکوت غالب است، حقیقت آشکار می شود. بالا رفتن یعنی بازگشت به اصل، به خویشتن، به نور، به بیکرانی. قله ها تو را فرا می خوانند، نه برای فتحشان، بلکه برای دیدن آنچه همیشه در درونت بوده است.